تا حالا فکر کردی چرا دفع مدفوع همیشه راحت نیست؟ ممکنه دلیلش خود توالت باشه. قضیه اینه وقتی روی یک توالت معمولی می‌نشینی، عضله شرمگاهی یا پوبورکتالیس سفت میمونه و راست روده رو تقریباً در زاویه 90 درجه خم نگه می‌داره. همین باعث میشه دفع سخت‌تر بشه و تو بیشتر زور بزنی. این فشار اضافه میتونه باعث یبوست، بواسیر و حتی مشکلات کف لگن بشه. اما وقتی در حالت اسکوات یا چنباتمه قرار میگیری، اون عضله شل میشه، زاویه راست روده بازتر میشه، حدود 110 درجه و همه چیز طبیعی‌تر خارج میشه. رانها هم به شکم فشار میارن و یک کمک اضافه برای حرکت روده ها میدن. یه مزیت دیگه هم هست، تو حالت اسکوات پوستت با توالت تماس مستقیم نداره، پس میکروب کمتری منتقل میشه، مخصوصا در سرویس‌های بهداشتی عمومی، یعنی یه امتیاز بهداشتی بزرگ. البته توالت‌های اسکوات در آمریکا خیلی رایج نیستن و بله میتونن کثیف‌کاری داشته باشن، ولی یه راه حل مدرن هست، صندلی یا 4 پایه توالت. کافیه یکی رو جلوی توالت بذاری، پاهاتو 7 تا 9 اینچ بالا بیاری و تمام، عملاً وارد حالت اسکوات شدی.